شخصا من در همین سال 92 تیر خوردم از پایم دستایم تا حال در بدنم یک تیر هست که نه شب میموند خواب کنی نه روز. همین در بین شش تا حال ایستاده است. یک تیرم ایستاده است. دست‌ها کار نمی‌کند، پای چپ کار نمی‌کند. باور نکنند با او زرخریدایی که از کشورهای مردم با جوانای ما پند و نصیحت میکنند، اوید دولت دولتداری نصیحت میکنند، باور نکنند که آنها هیچگاه در آبادی کشور ما نیستند. او کارهایی که آنها کردند در جنگ 41 و 45 فاشیستان هم میکردند. ما دیدیم اینها رو همشه که ما نمیخواهیم که فرزندان ما نبیرانگان ما همین چیزهای خود رو همین چیزهایی که ما دیدیم بینند. چی گفتنیم با جوانایی که امروز از 92 این طرف تولد شده است، او کارهایی که ما دیدیم با چشم خود اصلا نبینند و باور نکنند با او زر خریدایی که از کشورهای مردم با جوانای تاجیک ما نصیحت کرده تا حال آنها از فکر و عقیده خود گشتگی نیستند و نمیخواهند که تاجیکستان آباد ما تنج و امانی باشد.